آمدیم به بخارای شریف، مقبره شاه اسماعیل سامانی. این میدونیم راست مقبره شاه اسماعیل سامانی. تا انا اسماعیل سامانی. اینا برادران، اینا دوستان عزیز، یک جای میدرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادرای عزیز، سلام علیکم. خوب هستید؟ مال پرابلم نیست. برای شاه اسماعیل سامانی. نه برادر عزیز، بهترین گلکاری ها بوده اینه که در اینجا. اینا بیا اینا بهترین گلکاری ها. ما چی گفتنیم دوستان عزیز؟ این گلکاری رو بینی، این گچکاری رو بینی، این بار که حلاوت میبری. خیلی خطور میدونم که 1100 اصلی نهده 1200 سال. خدا شکر که این خیلی جورم دیدم. اینا برادرها، من برای شما تماشا کنید و حلاوت برید دوستان. شاه اسماعیل سامانی. اینا و نگفتنمونه که این مقبره ای پدری شاه اسماعیل سامانی بوده که اینا بی باور کنید، تماشا کنید. میریم با انشالله که چیزای تاریخی تماشا میکنیم، حلاوت میزنیم. خیلی دوستان عزیز، مقبره شاه اسماعیل سامانی را مینا دیدیم. همه خیلی گفتن که شاه اسماعیل سامانی برای پدرش و برای برادراش همیرا فقط برای پدرش ساختگی، بعد چقدر این نبیرش بود. ها خیلی اکید اونجا خیلی گفتن برای پدرش ساختگی بوده اسماعیل سامانی. وقتی که پدرش میمره گور میکنن، خودش میمره خچه گور میکنن، نبیرش گور میکنن، سه کس گور میکنن. و وقتی سالو میگذرن، دوره که حاضر میشه، دوره زمانه حاضر میشه، برای کمی سیاحت برای پیمون نکردن یا نمو قبرها میگیرن، همشون در یک جا گور میکنن، جورا کشود میکنن. زنده باشه برادرها. با ان شاءالله که سفر ما دوام دارد. بخارا زنده باشه. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده، با شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن، مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های، آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما. شرکت موحدین واقعی سربلند و خانواد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشین.